من منکری نمیشم که در قرون گذشته کسایی در تاریخ وجود داشتن، امروز هم شاید باشن، که به اسم مسیحیت دارن خیلی جنایت میکنن، خیلی کارا میکنن. فراموش هم نکنیم مثلا اینجا ما مسیحی میشیم، اشتباه میکنیم، بنده خودم شاید بارها اشتباه کرده باشم و میکنم. توی کلیسا خیلی مقدس هستیم، بیرون مثل دو تا چهره دو چهره مختلف داریم و خیلی من میخوام برگردم این قسمت ما فریسی برخورد کردنمون نگاه کنم، حالا اون مشکل همجنسگرایی یا همجنسبازی رو بهش خواهیم پرداخت، ولی چنان برخورد میکنیم که دیگران جرأت پا گذاشتن توی کلیسا رو ندارن. دوستانی داشتم که همجنسگرا بودند ولی از ترس این که کلیسا روی اونها لیبل نزنه، یه برچسب نزنه، یک اسمی براشون به قول معروف نگذاره، اونها رو محکوم نکنه، صداشون در نمیومد و با این درد خودشون میسوختن و میساختن. همه ما توی قسمت‌های ضعف داریم. اینه که حالا اگر من توی قسمت همجنسگرایی من هیچ مشکلی ندارم، به این معنا نیست که برادر خودم یا خواهر خودم رو توی این قسمت دارای ضعف هست زیر سوال ببرم. کسایی که مسیحی هستن، کسایی که در ایمان هستن، در راستی نمیستن وقتی که نفع خودشون در خطر باشه، وقتی که به خودشون بخواد ضرر برسه، به خاطر نفع خودشون. من واقعا دیدم بارها که واقعا جای تأسفه که دست به هر کاری میزنن برای اینکه اون چیزی رو که میخوان به دست بیارن. من فکر میکنم که مهم هستش که بگیم که خیلی از یعنی ما مسیحی‌ها هم در طی تاریخ متاسفانه خیلی خونها رو ریختیم، مسئله مسیحیت ریخته. من به هیچ وجه نمیتونم اینجا بیام و انگشت اشاره بکنم به کسی، به مذهبی، به کسی بگم که 100 سال پیش تو غارت کردی. در اسم مذهب فرق نمیکنه، همیشه غارت ها بوده. ما به اسم مسیح، زیر اسم مسیح کلیسا خیانت خیلی زیادی کرده. حتی مسیحیان رو کشتن، مسیحیان رو کشتن، یا حتی عیزان کلیمی رو زیاد کردن به اسم مسیح. ما اگه به تاریخ خودمون برگردیم ما در این گناه ما سهیم بودیم. تجربه دیدیم که وقتی مسیحی با غیر مسیحی ازدواج کرده، مسیحی ضعیف شده، از ایمان افتاده یا کارشون بالاخره به جدایی رسیده. بله، یک مسیحی میتونه عکس العمل شیطانی انجام بده.